برو کنار. سری شاخص فیلم برداری میکنه. خواهش میکنم بفرمایید شما بفرمایید. بلند فقط صحبت کنید که صداتون رو بشنوه. چشم حتما. خواهید توضیح بدم شهر رو واسهتون. بی ادب نیشون شود. شما قصه نخورید. شما چه گیر دادی به من؟ خب شما صحبت کن. چی بگم؟ صحبت کن. پویا جان شهر رو ببین. اون برج میلاده. کو اون برج میلاده اگه بگیری 402 روز دیگه تا اتمام برج میلاد مونده. 402 روزه دیگه پویا. مهندسیش زیر نظر بنده و جناب آقای محمد اینجایی هست. بله لقب به مدیر برنامه‌ها. بله شما میتونید از معماری ما بگیرید. شما چند روز طول کشید که اینو بتونید تمام کنید؟ 10 سال از سال 75 پروژه شروع شده. دیکدر هم بگی. خودتون دیکدر که یاد میاد. یا خدا لعنتت کنه ببین چی گذاشتی تو کاسه ما. بگیر دیکدر. میریم به سمت دیکده پویا. منبعه که میبینین اونجا دیکده است. پویا جون اتوبان همته که میره به سمت دیکده. چیزی معلوم نیست انقدر دوده است. بدش هم سمت داشته باش. از اون خانومای بالا میتونی پویا جون جای تو خالیه. خب پویا جون نیستی که ببینی دیگه. اینجا هم کوساره. خیلی نامردی. کوسار پویا جان اینجا کوساره. بچه هم خیلی دلتنگی تو میکنن. آره دیگه گذاشتی رفتی. ما رو تنها گذاشتی رفتی. دروغ نگم به جز تو یکی دیگه داشت. بله پویا جان اینجوری هستیه. حالا میایم انشالله میایم. دورانیه. آره خانم بچه اونجا چطورن؟ خوبه؟ تام بفرستید بله بگی الان از خانم یه ذره رویش باز نه دیگه بسته دیگه. بله رویش اونجا باز هست. اونجا بازه